ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند که پیش از ایشان نسل‌های بسیاری را هلاک ساختیم که آنها به سوی ایشان باز نمی‌گردند؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. هرچند همه ایشان در مجموع به نزد ما حاضر شدنی می باشند. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. و برایشان زمین مرده یعنی خشک نشانه است. آن را زنده گردانیدیم و از آن غله بیرون آوردیم که از آن می خورند. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. و در آن باغ‌های را از درختان خرما و انگور آفریدیم و در آن از چشمه‌ها جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند. این میوه و غله را دستشان نساخته است. پس آیا شکر نمی کنند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک است آنکه همه چیزهای را که زمین می رویاند و از خود ایشان بنی نوع انسان را و از چیزهایی که نمی دانند همه را جفت آفرید.